سلام علیکم بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید که ویدیوهای خنده‌آور را تماشا کنید پس به کانال بابای خالو ابونه شوید. بچه کجا شده باشه آخه به همه گواره یا کای یا علف یا پامای یا چپته آخه این الان قرقم که راست بگاش دیده آخه اوقاتی بگاش اون بده سانگاله سانگاله بچه تازه گواره یا اوقات پامای یا چپته تازه هدا کنید گرم کلات میزنم حالی کلات پچه شده میرم این الان قرقم که بچه کتا بده جیره بچه را کلان کده می قدر دراز کده یو کلا بیمانشی در اب بگه هم این الان قرقم که گره همی راستا بگه کارد بیام او گاش هم که بجا هدا دکتر Ka, boçi dai. بجوم که بگو Navarem ka. برای دری زمین که کرده علا بالا بالا گو مولا بتد گپا که میگم ولی اگه پاری چا کرده اگه گپا بخری این الان قرقم که قدر داده یو عقلانه Dil ma girifti neki. این الان قرقم که گفتره بچه کلان کده همه این روزا گپ داگیر شده این الان قرقم که راستا بگایی بچه را کلان کدم یا دردی سر موجود که آخه همی یک کار با این خانه را بگو راستا بگا میگرده دای دوشی در ابتا همی سگل دقتی دمی امرکی دگی داد دیگه آدم ها پیسان نمیکنه گپا گوش نمیکنه با کم این روزا ای خیلی دگذشته عرق خوریده این آمد که Ey kudenka. ای مردم چی حال روز تو بگر عرق خورید Ey ya بریم مسافر یا ازدواج سکنیم کم da کنای کو خیلی میدونی کو خیلی با همه آدمی همین مسافر دا ازدواج سکنیم یا خیلی میدونی کو یا مسافر یا ازدواج سکنیم با ماستا یا با پیانات چیکار پای مسافر با عرق خوردی یا این قرقم که گرده ما همین خطا کجای دیدگیم چکشما آخه او شیشه را کی زدی با دیگه آدم ها رو نمیشنازی که جای دا دیدگی رو میگی همین. فهمیدی ولی هم کاری چکت یا تا میخوری با تماشا کن ای مسافر ها گپا خویده گپ زن یه این لای قرقم که ریرا بیه کلون جان مسافر. ایرانی گپا گوش نمیکنه یه مرا گوش کن ها همینجا میگیریم باراد میبندم یا بچه این لای حالی بکاشو میکنم تو میرا گفتسی. تو را گفتسم چه مگه میزنم از مسافر من بریم ای مردک تای با نمیده مصطفی دوتون زدی مرا گوش کدنک من از 10 ساله ای مسافر میترسیدم این مسافر یک رخ بده کو